فرض کن صبح از خواب بیدار میشی میبینی همه دارن انگلیسی صحبت میکنن، تو هم کم کم مجبوری انگلیسی صحبت بکنی. ولی چون انگلیسی صحبت میکنی، آیا تو انگلیسی هستی یا فقط زبونت عوض شده؟ یه عده هستن هی تکرار میکنن تو ترکی حرف میزنی، پس تو ترکی و ایرانی نیستی، ولی این حرف کاملا غلطه. بیاید واقع بین باشیم. تو آفریقا حدود 20 کشور یا انگلیسی صحبت میکنن یا فرانسوی. ولی آیا این یعنی این که اونا یا انگلیسی ان یا فرانسوی؟ معلومه که نه، چون زبان فقط یه ابزاره، نه هویت. آذری‌ها قرن‌ها توی این خاک زندگی کردن. نژادشون ایرانیه، فرهنگشون ایرانیه، هویتشون ایرانیه. زبونشون چی؟ زبونشون با گذشت زمان توسط فشار قبایل و اوغوز تغییر کرد و ترکی شد. نه با علاقه، نه با انتخاب، بلکه با سلطه و به زور. ولی ریشه همون ریشه است. هویتشون همون هویت قبلیه. الان یه دوراهی داریم: یا قبول می‌کنی که زبان توسط سلطه ممکنه تغییر بکنه و هیچ ربطی به هویت نداره، یا باید بپذیری که میلیون‌ها آدم در سراسر جهان بی هویت زندگی میکنن. میگی آذربایجان ایران نیست؟ پس کیه؟ آذری‌ها ایرانی نیستن؟ پس کی ایرانیه؟ آذربایجان همونقدر ایرانه که شیراز و اصفهان ایرانه. ایران بدون آذربایجان یه نقشه ناقصه، یه ریشه بریده است. هویت با زبان و لهجه عوض نمیشه. هویت یعنی خاک، یعنی ریشه. آذری‌ها ایرانی بودن، هستن و خواهند بود. هر کی نظر متفاوتی داره و شک داره به صحبتایی که مطرح کردم میتونه بیان بکنه. منتظر شنیدن نظراتتون هستم.